نام خدا خدمت بینندگان عزیز، دوستداران ورزش پر افتخار کشتی سلام عرض می‌کنم. سومین حضورمون در المپیک، در اولین حضورمون در المپیک 1948 لندن، کشتی نتونست مدال کسب کنه و وزن برداری فقط یه برنز کسب کرد توسط جعفر سلماسی. در دومین حضورمون در المپیک 1952 هلسینکی 5 مدال گرفتیم، 2 نقره توسط آقا تختی و ناصر گیویچی و 3 برنز توسط محمود ملا قاسمی، جانبخت توفیق و عبدالله مجتبی. در سومین حضورمون در المپیک ملبورن استرالیا دلاورمردان کشورمون حضور پیدا کردند. ببینیم چه خواهند کرد. وزن 52 کیلو شما از آن مشاهده می‌فرمایید. سالکالا مانیتزه از روسیه مبارزه میکنه با حسین آکپاش از ترکیه. کشتیگیر ما محمد علی خجسته پور به کشتیگیر روس یعنی مانیتزه باخت، آکپاشو برده و دوم شده. حالا این کشتی برای اول سومی است. آکپاش آسیب میبینه، میره نزد پزشک تا اینکه پزشک رو مداوا کنه. از نوع چشم آسیب دیده هست و پزشک مسابقات رو مداوا میکنه تا اینکه برگرده به مبارزه خودش. همچنان برمیگرده به مبارزه خودش و پزشکارا او رو روانه میدان میکنه. ادامه کار همچنان در سرشاخ کاردونبال میشه. مانیتزه از روسیه سعی داره که زیرگیری خودش رو به اجرا بذاره. مربیان روس هم از کنار مشاهده میفرمایند. یک بار دیگه دست زیر کتفان حریف خودش میندازه. وقت به اتمام میرسه و سالکالا مانیتزه موفق میشه آکپاشو شکست بده، اول میشه. محمد علی خجسته پور ما دوم میشه و حسین آکپاش از ترکیه سوم. مبارزه بعد در وزن 57 کیلو مهدی یعقوبی از کشورمون این سکو هست و بعد از این هم مبارزه وزن 57 کیلو مهدی یعقوبی از کشورمون موفق میشه حریف خودش رو خاک کنه. یه تیکه پا رو در سگک میکنه، میره برای بارانداز. صدر در مایه دست شکن بارانداز رو به اجرا بذاره. دراور قزوینی ما یه بارانداز هم اجرا میکنه در مقابل لی از کره و سعی میکنه بارانداز بعدی رو به اجرا. میره برای کنده یازیبند، کنده یازیبند بالا میاره، به پل میزنه و 2 امتیاز میگیره. 2 کشتیگیر از تشک خارج میشن و موفق میشه این کشتیگیر رو شکست بده. محمد مصطفی داغستانی موفق میشه ترکیه مدال طلا بگیره. مهدی یعقوبی دوم میشه و میخائیل شاخوف هم سوم میشه از روسیه. مبارزه بعد در وزن 67 کیلو امام علی حبیبی ببر مازندران مشاهده میفرمایید سمت چپ تصویر این کشتیگیر رو میره برای دست پای از راه دور اجرا میکنه و موفق میشه حریف خودش با پل بزنه. با سرعت خیره کننده این فن رو به اجرا میذاره. یه تیکه پاره میکنه تو لنگ. از همونجا سعی داره که فن عقربک رو به اجرا بذاره. حریف هم سعی داره کلنگون رو به اجرا بذاره و یک بار دیگه لنگ رو اجرا میکنه. امام علی حبیبی یه تیکه پاره در سگک میکنه. چه سرعتی داره این کشتیگیر مازندرانی. همچنان ببر مازندران حریف اسیر تکنیکای ناب ایرانی خودش کرده و تماشاگران رو مات و مبهوت از سرعت خیره کننده